اکثر گفتار درمانگرها معمولاً دانش پایه برای کار کردن با نرم افزار تحلیل آکوستیکی پرات رو دارن. اینکه چطور با استفاده از این نرم افزار یه نمونه صدا رو بتونن ریکورد بکنن، اون رو ادیت بکنن، انتخاب بکنن و سپس فاکتورهای خیلی رایج در تحلیل آکوستیکی رو بتونن استخراج بکنن یا به اصطلاح وایس آنالیز رو بتونن انجام بدن. اما اگر شما بتونید فقط با مشاهده اسپکتروگرام بدون اینکه نیاز به پلی کردن اون نمونه صدا داشته باشید، تشخیص بدید که اون نمونه صدا از چه کانسوننت ها یا واول هایی تشکیل شده، این نشون دهنده دانش تخصصی شما در حیطه ارزیابی های آکوستیک صوت هست. به همین دلیل من تصمیم گرفتم مجموعی از نکات کلیدی که میتونه به شما کمک بکنه با استفاده از مشاهدات خودتون در یه اسپکتروگرام تشخیص بدید که از چه کانسوننت ها یا واول های تشکیل شده رو جمع آوری کردم و در ادامه ویدیو قراره که با همدیگه مروری روی این نکات داشته باشیم. پس با من همراه باشید. صحبتم رو با وجه تمایز همخوان‌های واگدار و بیواگ آغاز می‌کنم. این وجه تمایز برمیگرده به مقوله‌ای به نام فعالیت آوایی یا وایسینگ که به صورت یک وایس بار نشون داده میشه. همونطور که توی این دو شکل میبینید یک کانسوننت بین دوتا واکه قرار گرفته. در یکی از شکل‌ها، شکل بالا، ما وایس بار رو داریم که به صورت یک نوار فرکانسی کم ارتفاع تو محدوده فرکانس پایین خودش رو نشون میده و بهش وایس بار گفته میشه. فقط در کانسوننت های واکدار وجود داره، در حالی که در کانسوننت های بیواک این منطقه کاملا سفید هست و هیچ گونه فعالیت آوایی ندارن. منظور از فعالیت آوایی همون وایسینگ یا ارتعاشی هست که در گلوت اتفاق میافته. پس در کانسوننت های واکدار ما وایس بار داریم، اما در کانسوننت بیواک وایس بار نداریم. شکل بعدی مربوط به اسپکتروگرام یک کانسوننت استاپ یا پلاسیو یا انسدادی هست. به طور کلی کانسوننت های استاپ در اسپکتروگرام 3 مرحله آکوستیکی خیلی مهم دارن. همونطور که توی شکل مشاهده میکنید، مرحله اول فاز کلژر هست. زمانی هست که جریان هوا به طور کامل در مجرای گفتار مسدود میشه، مثل موقعی که دو لب رو هم قرار میگیرن برای تولید صدای پ و ب، یا زبان پشت دندون ها قرار میگیره برای صداهایی مثل ت و د و به صورت یک ناحیه کاملا خالی از انرژی آکوستیکی به رنگ سفید رنگ دیده میشه. در مرحله دوم همونطور که مشاهده میکنید ریلیز برست رو داریم یا اون انفجار رهاسازی مشاهده میشه و زمانی رخ میده که انسداد ناگهان برداشته میشه و هوا با شدت از مجرا خارج میشه و به صورت یک افزایش ناگهانی در انرژی خصوصا در فرکانس های بالا خودشون نشون میده. وقتی صحبت از انرژی میشه دوستان، باید اینو بدونیم که انرژی در اسپکتروگرام با پررنگ شدن یا کمرنگ شدن نقاط خودش رو نشون میده. جاهایی که انرژی بیشتر هست نقاط تیره تر و پررنگ تر، جایی که انرژی کمتره کم رنگ تر خواهند بود. خب همطور که مشاهده میکنید ریلیز اتفاق میفته و در مرحله سوم اسپیریشن نویز رو داریم که در این مرحله مختص کانسوننت های بیواک مثل پ، ت و ک
هستند که به خاطر عبور هوا از بین چینهای صوتی بدون ارتعاش به صورت یک فرایند نویزی خودش رو نشون میده و حتی وابسته به زبان نیست، در همه زبانها این حالت اتفاق میفته. توی کانسوننت های واگداری مثل ب، د و گ ما این حالت اسپیریشن رو نداریم، به جاش به در واقع آنچه که به تمایزش کمک میکنه وجود وایس بار در این کانسوننت ها هست که اونها رو متمایز میکنه. اسپکتروگرام همخوان‌های سایشی در واقع یک نویز ممتد هست که به شکل آبشاری مانند همطور که توی شکل مشاهده میکنید خودش رو نشون میده. ناشی از عبور جریان هوا از یک مجرای خیلی تنگ در مسیر اورال کویتی هست و معمولاً الگوی خاصی از توزیع انرژی فرکانسی رو داره. اما اون چی که در تمام انواع سایشی ها همطور که در شکل مشاهده میکنید مشترکه اینه که انرژی از فرکانس های بالا، یعنی بالای شکل، به سمت پایین که میاد کمتر و کمتر میشه، یه حالت نزولی داره و همین باعث میشه که نقاط از پررنگ به کم رنگ تبدیل بشن، یعنی انرژی اونها کمتر شده و فرم آبشاری به خودش میگیره. و دلیل این که بعضی از این کانسوننت ها انرژی بیشتری دارن، پررنگتر هستن و برخی کمرنگتر به محل تولید و طول مجرای صوتی بستگی داره. و ما دسته بعدی اپروکسیمنت ها هستند. دسته ای از کانسوننت ها که ویژگی هایی بین واکه و همخوان دارند و یکی از مهمترین ویژگی های اونها الگوی فرمنت اونهاست که خیلی شبیه واکه هاست، اما یه تفاوت عمده ای که بین اپروکسیمنت ها و واکه ها وجود داره که مربوط به الگوی فرمنتشون میشه اینه که افت ناگهانی در فرمنت دوم مشاهده میشه. همونطور که در شکل برای شما علامت زدم، F2 ناگهان دچار افت میشه و این باعث میشه که اپروکسیمنت ها رو بتونیم از واکه ها تشخیص بدیم و البته مقداری هم شدت انرژیشون نسبت به واکه ها کمتر هست. دسته آخر که میخوام راجع بهش صحبت بکنم کانسوننت های نیزال هستند. کانسوننت های نیزال دارای ویژگی آکوستیکی خاصی دارن، این که اونها رو از همخوان‌های دهانی متمایز میکنه. این ویژگی آکوستیکی مناطق زیرو یا آنتی فورمنت نام داره. ببینیم که این مناطق چی هستن. همطور که با فلش من نشون دادم، مناطق زیرو یا آنتی فورمنت در واقع زمانی که هوا از طریق بینی عبور پیدا میکنه در تولید کانسوننت های نیزال
برخی فرکانس ها به دلیل جذب انرژی در حفره بینی و دهان کاهش پیدا می کنند. این کاهش فرکانسی به عنوان مناطق زیرو یا آنتی فورمنت در اسپکتروگرام خودشون نشون میده و به این صورت هست که انگار یه ناحیه خیلی کم رنگ شده مایل به سفید هست یا حذف شده، یا به عبارتی به صورت یه سری فرو رفتگی هایی در طیف اسپکتروگرام خودش رو نشون میده. و اما در مورد واکه ها، از اونجایی که مبحث بسیار گسترده‌ای داره همانند همخوان ها، اون رو به صورت یه فایل جداگانه براتون گردآوری میکنم و انشالله به زودی بارگذاری خواهد شد.